وفات مادر فرزانه ناز و داغدار شدن فرزانه ناز در دبی. پیام‌های جالب و دور از تصور هنرمندان برای فرزانه ناز و سفر فرزانه ناز به کشور ایران. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مرگ و زندگی از جانب الله است. فرزانه ناز روز گذشته مادر عزیزش را در کشور ایران از دست داده است. فرزانه پیام‌هایی را در صفحات مجازیش نشر کرده است و تصاویر از خود و مادرش را در صفحه اینستاگرامش گذاشته است که تمامی چهره‌های شناخته شده و هنرمندان افغانستان پیام‌های تسلیت آمیز برای فرزانه ناز فرستادند، از جمله سیتا قاسمی، آریانا سعید، لیما امیری، سحر صفدری، موجی بارز و دیگر چهره‌های شناخته شده و رسانه‌ای کشور. این همه در حالی است که فرزانه ناز در کشور دبی زندگی می کند و کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده است. وی خواسته در فیلم های هندی نقش بازی کند و جدیدترین فیلم وی در کشور دبی نشر خواهد شد. فرزانه ناز همیشه در صفحات مجازیش از جمله تیک تاک مصروف گیم بازی کردن با تمامی سلبریتی ها و چهره های مشهور افغان و هندوستان می باشد. فرزانه ناز به خاطر برگزاری مراسم وفات مادرش به کشور ایران آمده است. تمامی خانواده و اقارب فرزانه ناز در کشور ایران زندگی می کند. من هم پیام تسلیت خود را از طریق همین ویدیو برای فرزانه ناز دختر قهرمان و بانوی شجاع کشورمان عرض می دارم. بارگاه عزت منان برایش صبر جمیل و برای مادر عزیزش بهشت برین خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شاد و موفق و کامگار باشید. تا درود دیگر، بدرود.